رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود روز به امت من می آید که ناگهان مرگ به سراغشان میاد. مرگ های ناگهانی، ناگهان، بیخبرن، بی اطلاع هستن، اونها به فکر خورد و خواب هستن، خبر ندارن که اسرائیل پشت دروازه ایشان دقلباق میکند. چی بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ آید پیش خوری آن دم پشیمانی. دل غافل بکن توبه که مرگ اندر کمین داری، به حال خود مشو غافل که جای زیر زمین داری. کجا شد آدم و حوا، کجا شد یوسف و موسی، کجا شد ایوب و یحیی، کجا شد نوح طوفانی. اینها کجا رفتن؟ یوسف گمگشته، یوسف صاحب جمال کجا رفت؟ موسی کلیم الله کجا رفت؟ عیسی روح الله کجا رفت؟ نبی مکرم و محترم که رحمت للعالمین است، اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا قیامت زنده می بود. اونهایی که خوش می گفتن، خوش می خندیدن، خوش می خواندن کجا شدن؟ آنان که به صد زبان سخن می گفتن، آیا چه شنیدن که خاموش شدن؟ اونها که می خندیدن، اونهایی که در صفحات تلویزیون من تو را میخنداندن کجا شدن؟ اونهایی که خوب میخواندن کجا شدن؟ اونهایی که خیلی زیبا بودن، شاهزاده بودن، پادشاه بودن، از امان الله خان این طرف بیا، این پادشاه ها کجا رفتن؟ کی به همراهشان رفت؟ چی بردن به همراهشان جز عمل نیکشان؟ اما متاسفانه که امروز هنوز این پرده غفلت دم گوشه های ما هست، این پرده غفلت دم چشمان ما هست. کی می شود، کی خواهد آمد که این پرده های غفلت از دم چشمان ما برداشته شود؟ کی خواهد آمد که این پرده گوش های ما باز شود که ما حق بشنویم؟ زمانش فرا رسیده. عزیزان من، عزیزان من، بیاییم به سمت خدا برویم. به خدا اینقدر آغوش گرم دارد این الله، اینقدر آغوش گرم دارد. اگر من اینجا 2 ساعت صحبت کنم شما خسته میشید، اگر ساعت 11 شب شود شما خسته میشید، اما تو ساعت 2 شب یک تماس به خدایت بگیر، تا خود صبح به همراهش حرف بزن، تماست را قطع نمیکنه. تا خود صبح زارنادگی بکن، حرفت را قطع نمیکنه. تا خود صبح به همراهش حرف بزن، اون میشنود، درد دل تو را میشنود. ای بنده گریز خود را با ما اله کن، با حضرت ما دوستی یک دله کن. یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. امروز چقدر گله از خدا داریم، چقدر شکوه از خدا داریم. فرزند ما مریض است، پول نداریم، فقیریم، این نداریم، آن نداریم، در حالی که ما به هر در زدیم ولی در خدا بسته مانده. در دکتر، در ملا، در مفتی، کلانتر قوم، والی، ولسوال، پادشاه، امیر، ولی در خدا بسته مانده. عزیز من، این در را بزن. این تو را انتظار نمیگذارد. این نمیگوید برو فردا والی کار دارد، برو دیگه فردا امیر کار دارد، برو دیگه فردا کلانتر نیست. تماست را قطع نمی کنه. هر لحظه‌ای که به سمتش بروی، در 24 ساعت شبانه روز به خدا تماس بکش، الله تماست را برقرار میکنه و دوای برای درد تو که در دنیا علاج نشده به ثانیه برای تو عطا میکند. به این شک نکن. ولی ما از خدا دوریم. العام رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الکیس من دان نفسه
عاقل کسی است که خود را محاسبه بکند. عاقل کسی است که تماسهای خود را با خدا برقرار کند. آن تنهایی که با خدا تماس میکشد اون سالم باشد. بی گفته اون فیلسوف اگر میخواهید به خدا تماس بگیرید من نمبر موبایل خدا را به شما میدهم. گفتن خدا مگر نمبر دارد؟ گفت بله 222 نمبر خداست. ساعت 2 شب 2 رکعت نماز 2 قطره اشک بریز با خدا در تماس میشی. تو درد دلت را به اون بگو، اون میتونه برایت عطا بکنه، اون بهترین ها را برایت انتخاب میکنه، اون خزانه هایش پر است، اون خسته نمیشود، اون مانده نمیشود، اون عاجز نیست، اون ناتوان نیست. اقتدار دنیا به دستش است، قدرتش ما فوق قدرت جهان است، ولی ما از خدا دوریم. ما برای این جمع شدیم امشب که اینجا مجلس چی است؟ از شما میشنم مجلس چی است امشب؟ مجلس قرآن. تو را به خدا قسم میتم همین صبح که بعد از نماز خیلی چند صفحه قرآن تلاوت میکنی؟ آیا امروز جوان ما چند بار به واتساپ خود نگاه میکند که کی برایش پیام گذاشته؟ چند صفحه قرآن میخوانیم ما؟ این پیام رب ما، هذا بلاغ للناس، این پیام برای بشریت است. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. خدا میگه این دوای دل توست، خدا میگه این زخمه های تو را مرهم میکنه، خدا میگه گم شده های تو را برای تو عطا میکنه. ولی ما از این رساله خدا، این پیام خدا را باز نمی کنیم. ما در مجلس قرآن جمع شدیم، بیاییم که قرآنی شویم، بیاییم با قرآن خوبی گیریم، بیاییم قرآن را نصب العین خود قرار بدیم، بیاییم قرآن را قانون زندگی خود قرار بدیم. بیاییم، من همیش میگویم موبایل خود را با قرآن خوب بدیم، موبایل خود را عاشق قرآن بکنیم، موبایل خود را بگوییم توبه بکن، فقط قرآن باید از آدرس تو من بشنود. عزیز دل من، ما در مجلس قرآنیم. اگر قرآنی نشدیم بیرون رفتیم جفا کردیم، اگر قرآنی نشدیم بیرون رفتیم خطا کردیم، اگر قرآنی نشدیم بیرون رفتیم ضایع شد اوقات ما، ساعات ما برای این آمدیم کی صحبت میکنه، ما برای این آمدیم چی صحبت میشود. از خدا بخوایم که الله به ما چی نصیب بگردانه؟ توفیق، هدایت نصیب بگردانه. امشب چند بار بر رسول صلی الله علیه و سلم درود فرستادیم، یک بار با آواز بلند باز بگوین صلی الله علیه و سلم. ولی اگر تو خودت را محاسبه بکنی، به فرموده عمر حاسبو قبل ان تحاسبو، محاسبه بکن، حساب خود را بگیر، چوت پیش خود بگذار، موبایل خود را بیاور، ماشین حسابش را بیرون بکن، خود را محاسبه بکن. تو کی هستی؟ اسم تو چی هست؟ در آغوش کی تولد شدی؟ به کدام سرزمین زندگی کردی؟ چی وقت نماز میخوانی؟ نام تو را چی گذاشتن؟ هدف تو چیست؟ چی میخواهی؟ به کدام مسیر در حرکت هستی؟ از کجا آمدی؟ برای چی آمدی؟ خدا از تو چی میخواهد؟ این محاسبه را برای خود بکن. چقدر با رسول الله صلی الله علیه و سلم خو داریم؟ آیا این کافی است که بگوییم صلی الله علیه و سلم؟ بی گفته اقبال چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. عشق می گوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دیر. چون نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالان نام او. من همیشه میگویم این صحبت رو شاید شما شنیده باشید، شما یک بار موبایلتون رو بوی کنین که بوی محمد میدهد یا نمیدهد، کامپیوترت بوی محمد میدهد یا نمیدهد، زندگی بوی محمد میدهد یا نمیدهد، دخترت بوی رسول الله دارد یا ندارد، فرزندت بوی رسول الله دارد یا ندارد، همسرت بوی رسول الله دارد یا ندارد، در زندگی تو بوی رسول الله هست یا نیست، عروسی تو بوی پیامبر دارد یا ندارد، جنازه تو بوی محمد صلی الله علیه و سلم دارد یا ندارد. اگر ندارد که جفا کردیم، اگر ندارد که ما امت خوبی نبودیم، اگر ندارد که ما فقط خود را فریب دادیم.
من عفو میخوایم عزیزان من اگر کمی تر صحبت میکنم، برای اینکه من دوست دارم جوان را، برای اینکه فرد و تک تک شما را دوست دارم. نمیخواهم یک فرد از امت پیامبر به آتش جهنم بسوزد. نمیخواهم که روز قیامت این امت بیچاره، این امتی که امروز 14 جنگ پشت سر سپری کردن، این امتی که آزادی درست ندیدن، این امتی که به آتش و خون بزرگ شدن، من نمیخواهم که از این بیشتر و بیشتر به غفلت بمانند، بلکه این امت باید بیدار شود، برنامه بسازند، و الا دنیای کفر، دنیای غرب، دشمنان اسلام برای این امت برنامه میسازند اگر نسازند.